سلام، به کانال دکورس خوش اومدید. من سینا هستم و توی این ویدیو میخوام نشون بدم چطور با دکورس بازی‌های مافیا رو منظم‌تر، منصفانه‌تر و خیلی راحت‌تر مدیریت کنید. دکورس یک اپ کاملا رایگان و بدون تبلیغاته. میتونید برای اندروید از گوگل پلی و برای آیفون از اپ استور دانلودش کنید. لینکاش رو تو توضیحات همین ویدیو گذاشتم. اولین بار که دکورس رو باز می‌کنیم ممکنه زبان روی انگلیسی باشه. دکورس از 20 زبان پشتیبانی میکنه. اگه ترجیح میدید فارسی باشه روی آیکون چرخدنده بزنید و وارد تنظیمات بشین. اینجا میتونید از قسمت لنگویج فارسی رو انتخاب کنید. اگه دوست داشتین تو همین صفحه میتونید تم رو هم عوض کنید. اولین بار که وارد لیست سناریوها میشید چیزی پیدا نمیکنید. برای اضافه کردن سناریو دکمه اد رو بزنید. بعد از این کار میتونید یا یک سناریوی جدید بسازید، برایش اسم انتخاب کنید و نقش‌ها رو بهش اضافه کنید، یا از سناریوهای پیش‌فرض استفاده کنید. همون سناریوهای پرطرفداری که بیشتر بازیکن‌ها میشناسن و معمولاً هم از همونا استفاده میشه. با باز کردن سناریوهای پیش‌فرض لیستش براتون نمایش داده میشه و میتونید یکی رو انتخاب کنید. سناریوها مرتب به روز رسانی میشن و سناریوهای جدید بهشون اضافه میشه. با آپدیت کردن برنامه لیست بروز و نسخه‌های جدید هر سناریو رو دریافت میکنید. به همین خاطر کنار اسم هر سناریو شماره نسخه درج شده. بعضی از سناریوها راهنمای بازی و قوانین کامل دارن. اگر راهنما بر یک سناریو آماده شده باشه، یک علامت سوال کنار اسمش می‌بینید و با لمس اون میتونید راهنما رو بخونید. ما در حال اضافه کردن این راهنما برای تمام سناریوها هستیم. اگر علامت سوال رو نمی‌بینید، یعنی هنوز راهنمای اون سناریو آماده نشده. با لمس هر سناریو همون لحظه به لیست سناریوهای شخصی شما اضافه میشه. این لیست هیچ محدودیتی در تعداد نداره. هر چقدر بخواید میتونید سناریو اضافه کنید و هر کدوم رو جداگانه ویرایش و ذخیره کنید تا برای جمع‌های مختلف نسخه‌های سفارشی خودتون رو داشته باشید. وقتی سناریو به لیست شما اضافه شد، با لمسش وارد صفحه جزئیات میشید و میبینید از چه کاراکترهایی تشکیل شده. اینجا میتونید تعداد هر کاراکتر رو بر اساس تعداد شرکت کننده ها تنظیم کنید. نقش اضافه یا حذف کنید و آواتارها رو هم تغییر بدید. با لمس آواتار هر کاراکتر یک لیست آواتار متنوع باز میشه تا متناسب با نقش تصویر دلخواهتون رو انتخاب کنید. برای سناریوهای سفارشی یا وقتی میخواید نقش‌ها ظاهر متفاوتی داشته باشن، همینجا آواتار جدید رو انتخاب میکنید و تغییراتتون ذخیره میشه. بعد از اینکه تنظیمات اولیه تمام شد، با زدن دکمه شروع نقش‌ها به صورت کاملا تصادفی و بر اساس تعداد بازیکنایی که مشخص کردین پخش میشن. حالا وقت تقسیم کارت هاست. روی هر کارت اسم بازیکنی رو که میخواید کارت رو بهش نشون بدید وارد میکنید و با لمس کارت اون رو برمیگردونید تا بازیکن نقش خودش رو ببینه. کارت بعدی رو با سوایپ از چپ به راست میاریم جلو و همین روند رو برای همه تکرار میکنیم. وقتی تقسیم نقشا تموم شد، با رفتن به منوی داشبورد یک نمای کلی دارید از اینکه هر بازیکن چه کارتی گرفته. در حالت عادی نقش‌ها مخفی هستند. اگر یک بار روی اسم بازیکن بزنید، یک کشو باز میشه و نقشش برای شما نشون داده میشه و با لمس دوباره همون اسم نقش دوباره مخفی میشه. برای هر بازیکن 8 تا خونه یادداشت داریم. 4 تا همیشه جلوی چشمه و 4 تای دیگه کنار بخش نقش مخفیه. هر خونه رو لمس کنی میتونی یه آیکون رنگی روش بذاری تا یادت بمونه برای اون بازیکن چه اتفاقی افتاده. مثلا نجات داده شد، ساکت شد، بررسی شد یا هدف قرار گرفت. اینطوری گرداننده لازم نیست چیزی رو حفظ کنه و با یه نگاه میفهمه برای هر نفر چه خبر بوده. هر وقتم اشتباه کردی همون خونه رو دوباره بزن و آیکون رو عوض یا پاک کن. وقتی میخواید زمان صحبت هر بازیکن رو کنترل کنید، یه تایمر بالای صفحه داشبورد هست. با لمس اون یه تایمر کشویی از پایین صفحه باز میشه که میتونید مدت زمان دلخواهتون رو تنظیم کنید. مثلا اگه زمان صحبت معمولی 1 دقیقه و زمان چالش 30 ثانیه باشه، تایمر رو روی 30 ثانیه میذارید. اینطوری تو حالت عادی وقتی نصف زمان گذشت، یک زنگ میخوره که بازیکن بفهمه داره به پایان صحبتش نزدیک میشه و زنگ دوم هم پایان وقت رو اعلام میکنه.
اما تو حالت چالش با صدای زنگ اول وقت تموم میشه و بازیکن باید صحبتش رو جمع کنه. این تایمر کمک میکنه نوبت‌ها دقیق و منصفانه اجرا بشن. خب اینها امکانات اصلی دکورس بودن که لازم قبل از شروع بدونید. امکانات دیگه‌ای هم توی اپ هست که با گشت گذار میتونید کشفشون کنید و در مواقع لازم ازشون استفاده کنید. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه بودید. خوشحال میشم اگر نظرتون درباره بهبود برنامه، رفع ایراد یا اضافه کردن ویژگی‌های جدید رو توی کامنت ها با هم در میون بذارید. اگه این آموزش براتون مفید بود، حتما لایک کنید و اگه به آموزش‌های بیشتر درباره دکورس یا بازی‌های مافیا علاقه دارید، کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید و اوقات خوشی داشته باشید.